سلام بر شما که به تماشای 5مین قسمت سکته وهابی نشستید. السلام علیکم یا خلیفة الدواعش. السلام علیکم. هب هب میاو، هب هب میاو، هب هب میاو. بعد از اینکه بعضیا انواع سلاح‌های پیشرفته رو در اختیار داعش قرار دادن، داعش هم نشون داد که توی قتل و جنایت کم نمیذاره و با بیرحمی تمام این بار از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی برای از بین بردن مردم استفاده کرد. و البته که هنوز جامعه جهانی نمیدونه که برای از بین بردن این گروه تروریستی چه راهی رو در پیش بگیره. تنها راهش منفجر کردن اوناست. با اینا که تکه هاشون به جنگ ادامه ندن. یکی از پایگاه‌های اینترنتی هم طی گزارشی به کشف محتویات بسیار تکان دهنده یک کامپیوتر داعشی پرداخت و اعلام کرد که در این کامپیوتر فیلم جومانجی و کارتون شیرشاه کشف شده است. اما بعد از اینکه حکام آل سعود اعلام کردند که همه چیز برای برگزاری حج پیش بینی شده و مانور بزرگ امنیت حجاج در عربستان با موفقیت کامل برگزار شد و چادرهای حجاج در آتش سوخت و 3 انبار آتش گرفت و کوه روی سر حجاج ریزش کرد و پنک سقفی هتل بر سر حجاج خورد شد و جرثقیل سقوط کرد و فاجعه منی اتفاق افتاد، ما تازه فهمیدیم که منظور سعودی ها از این که گفته بودن همه چیز برای برگزاری حج پیش بینی شده چی بوده؟ همه چی پیش بینی شده. ما به تعداد اون آماری که خدمتتون عرض کردم جرثقیل سنگین فراهم کردیم. فقط من خواهشم از مردم عزیز اینه که شناسنامه و کارت ملیشون همراه خودشان داشته باشن. بالاخره ما از کجا بدانیم کدام جسد اگرم وصیت‌نامه هاشون با خودشان داشته باشن، این وصیت‌نامه هاشون هم توصیه شده باشه کدام گور مورد علاقه شانه. یه کمک بزرگی به ما کردن. و جالبتر از همه نخست وزیر بحرین است که ظاهراً از چیزی خبر نداشته و طی پیامی برگزاری حج در آرامش و سکوت را به پادشاه عربستان تبریک گفت. آقا اوضاع خرابه. چی حالا خودتونو باختید؟ ها؟ همه چیز در آرامش و سکوت برگزار شد. لطف کنین مانیتور 5 زوم کنین صفا. اینم صفا. اینجا کجاست؟ آفریقا، زیمبابوه. رسانه‌های وابسته به خاندان سلطنتی آل سعود هم در این میان به جای اینکه به تسلای بازماندگان بپردازند، در اقدامی هماهنگ برای کشته شده های ایرانی لفظ هلاکت را به کار بردند. سلطنت طلبندی. BBC هم که همیشه مدافع حقوق بشر بوده، در راستای همون حقوق‌های بشر گفت دولت ایران مسئول کشته شدن حجاج است. چقدر من به تو گفتم خودتو رو ببر به دکتر نشون بده، انقدر خودتو رو نمیبری به دکتر نشون بده، آخر خود ما رو میزنی دیوانه میکنی. پادشاه عربستان هم که هنوز معلوم نیست که چه نقشی رو در عربستان داره ایفا میکنه، در این میان سنگ تموم گذاشت و با یکی از مجروحین ایرانی دیدار بسیار بسیار دوستانه‌ای کرد. از اونجایی که ما چند جای دیگه هم باید سر بزنیم و وقت کم داریم، اینه که ما الان فقط شروع کنیم به
سال خوبی داشته باشید. و در حالی که حکومت آل سعود سعی میکنه که طوری جلوه بده که انگار هیچ کس ازش شکایتی نکرده و همه ازش راضی‌اند، بسیاری از کشورهای اسلامی از مدیریت حکام سعودی در حج شکایت کردند، تا جایی که حتی برزیل هم سفیر عربستان را از کشورش اخراج کرد و با این کار نشون داد که فقط در فوتبال نیست که حرفی برای گفتن داره. ویژه برنامه شاید شما هم جزء اون دسته از کسایی باشید که بخواید بدونید که نظر وهابیت در مورد قدیر چیه. اگر از جمله اون دسته هستید، از شما دعوت میکنیم که ادامه سکته وهابی رو مشاهده فرمایید. خب غدیر خم برکه آب هست، غدیر هست، برخلاف ادعای آخوندها که میگن بیابان برهوت بیاب علف بود. سرسبز بود، خیلی منطقه خوش آب و هوایی بود. 28 اسفند هم بود، بسیار هوایی سرد و خنکی بود. از این طرف تا جایی که چشمم کار میکند و ما آمدیم با ماشین، این وادی رو بنده هنوز نمیتوانم واقعا اول و آخر این وادی رو مشخص کنم و تخمین بزنم که چند کیلومتر است. همانطور که دیدید، این شبکه وهابی محل قدیر رو سرسبز و خرم و دارای درختان بسیار و منطقه خنک و سرد معرفی کرد. ولی جالب اینه که همزمان با این شبکه وهابی، یه شبکه وهابی دیگه که با این شبکه هماهنگ نکرده، منطقه قدیر رو طور دیگه ای نشون میده. در این منطقه یکی از رویدادهای مهمی رخ داده که در سال 10 هجری وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حج برمیگشتن به طرف مدینه منوره، در این منطقه توقف کردن. این منطقه هم که به حال منطقه قدیر هست، اونجوری که گفته شده که بیابان لمیزه و برهوتی بوده و بسیار درسته. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت است، تحملش همیشه سخت است. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی قدیر خم. سرسبز بود، خیلی منطقه خوش آب و هوایی بود. بیابان لمیزه و برهوتی بوده. سرسبز و حالا برای سرزمین مکه این سرسبزه. بیابان لمیزه و برهوتی بوده. و تازه این یکی از مستندهای وهابی‌ها هست که اینقدر توی سوتی بود. وای به حال اون چیزایی که به طور غیر مستند تو کتاباشون اومده. اصلا نبود. آخه چرا سوتی میدی؟ آخه چرا؟ سکته‌ای ترین شخصیت سکته‌ای هفته. سکته‌ای ترین شخصیت سکته‌ای این هفته کسی نیست جز کسی که به تازگی علت سقوط جرثقیل بر سر حجاج را سجود آن بر خدا خواند. کسی که تا 27 سالگی حتی یک نماز هم نخونده و شیخ صالح الفوزان اونو متجاهر به فسق خونده. کسی که معتقد در حین نماز میتوان موسیقی گوش داد و حتی رقصیدن زنان را هم مشکلی نمیدونه. شخصیت سکته‌ای این هفته کسی نیست جز عادل الکلبانی، مفتی وهابی.